ادامه محدودیت بر سفر رئیس جمهور پیشین افغانستان. طالبان بار دیگر مانع سفر حامد کرزی شدند. چاپ پول جدید افغانی. بانک مرکزی طالبان از دریافت پول‌های چاپ شده جدید در آینده نزدیک خبر داد. نگرانی سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل از نقض حقوق بشر در کشور. نصیر احمدی فایق میگوید که گزارش‌های معتبر از شکنجه وسیع و کوچ اجباری قومیت‌ها وجود دارد. رد همکاری عملی ایالات متحده با طالبان از سوی توماس ویس. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گفت که همکاری عملی میان آمریکا و طالبان وجود ندارد. و هواداران عمران خان در پاکستان دست به اعتراض زدند. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 با من ناهید یوسفی از آموز نیوز خوش آمدید. منابع در کابل تایید می‌کنند که طالبان به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور اجازه سفر به آلمان را ندادند. منابع روز شنبه 30 میزان میگویند که قرار بود حامد کرزی برای اشتراک در این نشست به برلین آلمان سفر کند. به گفته منابع طالبان اما به او اجازه ندادند که به این سفر برود. تا هنوز معلوم نیست که طالبان به چه دلیل مانع سفرهای حامد کرزی به بیرون از کشور می‌شود. طالبان پیش از این نیز مانع سفرهای بیرون مرزی حامد کرزی شده بودند. این گروه در اواخر سور اسد سال جاری نیز به رئیس جمهور پیشین اجازه ندادند که از کشور خارج شود. بانک مرکزی افغانستان که توسط طالبان مدیریت می شود گفته است که در زمینه چاپ بانکنوت‌های پول افغانی به دستاوردهای ملموسی دست یافته و به زودی مواصلات این بانکنوت‌ها آغاز می شود. در اعلامیه بانک مرکزی که امروز شنبه 30 میزان منتشر شده آمده است که نشر بانکنوت‌های جدید بر اساس سیاست‌های معقول پولی و متوازن با رشد اقتصادی و ضرورت در بازار صورت می‌گیرد و بانکنوت‌های مندرس به شکل سیستماتیک و طبق طرزالعمل موجود جمع و از گردش خارج می شوند. در حال حاضر گردش پولهای مندرس در افغانستان یک چالش جدی است و بانک‌ها نیز در پرداخت پول نقد با محدودیت مواجه هستند. روشن نیست که بانکنوت‌های جدید در کجا و چگونه چاپ شده است. آمریکا اخیراً 3.5 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان که پس از حاکمیت طالبان مسدود شده بود را به یک بانک سوئیسی انتقال داده و قرار بود که از آن پول برای هزینه چاپ بانکنوت‌های جدید افغانی استفاده شود. پس از حاکمیت طالبان 7 میلیارد دلار ذخایر بانک مرکزی افغانستان که در بانکی در آمریکا نگهداری میشد مسدود شد. آمریکا نیمی از این پول را به بانکی در سوئیس انتقال داده و به دور از دسترس طالبان توسط یک هیئت شامل انورالحق احدی رئیس سابق بانک مرکزی افغانستان و وزیر سابق مالیه و شاه مهرابی عضو شورای عالی بانک مرکزی اداره می شود. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل در سخنرانی در کمیته امور اجتماعی، بشری و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل گفته است گزارش‌های معتبری از ارتکاب شکنجه به پیمانه وسیع، کشتار بدون محاکمه اسیران جنگی و کوچ اجباری گروه‌های خاص قومی در ولایت‌های مختلف وجود دارد. آقای فایق به گونه‌ای نمونه از ولایت‌های بدخشان، بغلان، پنجشیر، سرپل و تخار نام برده که کوچ اجباری گروه‌های خاص قومی در آن اتفاق افتاده است. آقای فایق همچنین گفته است که گزارش‌های تکان دهنده حاکی از نقض شدید پیوسته حقوق بشر توسط طالبان وجود دارد که شامل کشتارهای بدون محاکمه، شکنجه، رفتار خشن، گرفتاری و توقیف‌های خودسرانه نیروهای امنیتی پیشین، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، افراد متهم به داشتن روابط با جبهه مقاومت ملی میباشد. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل این اعمال را نقض شدید حقوق بشر و مصداق جرایم جنگی دانسته است. پس از حرف و حدیث‌ها در مورد دیدار مقام‌های استخباراتی طالبان و آمریکا، اکنون توماس ویس نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گفته است که معتقد نیست کشورش با طالبان در افغانستان همکاری عملی داشته باشد. ویس این مطلب را روز شنبه 30 میزان در گفتگو با یک رسانه پاکستانی در پاسخ به سوالی در مورد روابط واشنگتن با گروه طالبان مطرح کرده است. او همچنان گفته است که پناه دادن طالبان به ایمن الظواهری رهبر پیشین القاعده نقض آشکار توافق دوحه است. به گزارش جیم نیوز ویس گفته است که کشورش با شخص سوم برای تسهیل روابط میان واشنگتن و کابل نیاز ندارد، زیرا او و دیگر مقام‌های آمریکایی با این گروه در تماس مستقیم هستند. او با اشاره به دیدارهای مقام‌های استخباراتی آمریکا و طالبان در دوحه گفته است که در مورد تروریسم، تهدیدات داعش، تلاش طالبان در مبارزه با داعش و نگرانی‌های مربوط به القاعده به تفصیل با نمایندگان این گروه گفتگو شده است. در همین حال ویس گفته است که پاکستان
با تهدیدات تحریک طالبان پاکستانی در خاک خودش دست و پنجه نرم می‌کند. این اظهارات در حالی مطرح شده که مقام‌های استخبارات طالبان و آمریکا در دوحه به گونه محرمانه با هم دیدار و گفتگو کردند. بر بنیاد گزارش‌ها به دنبال محروم شدن نخست وزیر پیشین پاکستان از تصدی پست دولتی از سوی دادگاهی در پاکستان، هواداران او در شهرهای مختلف دست به اعتراض زدند. رسانه‌های بین‌المللی روز شنبه 22 اکتبر گزارش دادند که گروهی از طرفداران حزب جنبش عدالت پاکستان به رهبری عمران خان نخست وزیر پیشین این کشور در شهرهای مختلف از جمله اسلام آباد، لاهور، کراچی و پشاور دست به اعتراضات زدند. گفته می‌شود که در جریان این اعتراضات درگیری‌های بین نیروهای امنیتی پاکستان و معترضان نیز رخ داده است. این در حالی است که روز گذشته عمران خان پس از آنکه دادگاه عالی انتخابات او را به جرم فروش غیرقانونی هدایای مقام‌های خارجی و سران کشورها مجرم تشخیص داد، از تصدی پست دولتی محروم شد. گفتنی است که بر اساس قوانین پاکستان نخست وزیر، وزیران، سیاسیون و مقام‌های ارشد دولتی این کشور مکلفند هدایایی را که از دولت مردان خارجی دریافت می‌کنند به اداره توشه‌خانه این کشور گزارش دهند. قابل ذکر است که بر اساس ادعای حکومت پاکستان عمران خان 52 هدیه دریافت کرده که اکثر آنها را فروخته است.